مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسیت لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگی شهروندی، او را پیدا نکردند و جستوجویش ادامه دارد. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت عبدالواسیت لطیپوف معروف به لقب قاری واسیت را روز 20 اکتبر سال 2012 افراد نامعلوم از ناحیه گردشنکو در ولایت ولگاگراد را بودند و تا حال نشانی را از او پیدا نکردند. پرونده جنایی لطیپوف هنوز در ریاست تفتیش پرونده‌های مخصوصاً مهم در دادستانی کل باز بوده است و او را از فهرست افراد مورد جستجو هم بیرون نکردند. عبدالواسیت لطیپوف را که در زمان جنگ داخلی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف دولت و هم محافظان حاجی اکبر تۆراҷонзада یکی از رهبران مخالفین در آن زمان بود، به قتل و کشتار، گروگانگیری، بندیتیزم، غارتگری و تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مقامات دادستانی، قاری واسیت در آن زمان یک گروه مسلح جنایی تأسیس داده از سالهای 1998 تا سال 2001 در قلمرو شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز جنایت‌های مدهش صادر کرده است. مقامات میگویند عبدالواسیت لطیپوف زمان جنگ شهروندی در ایران و افغانستان و پاکستان آموزش دیده و در 25 عمل تروریستی و 6 تخریبکاری و یا دیورسی علیه روس‌ها و سربازان و افسران پایگاه 201 روسیه دست داشته است. با گفته آنها این گروه در قتل نورالله هویدالویف، دادستان سابق کل، 19 مرزبان روس و 4 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت نقش دارد. عبدالواسیت لطیپوف که بعداً به روسیه رفته تا سال 2010 آنجا زندگی میکرد، 6 اکتبر آن سال با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد. بعد 2 سال نگهداری در بازداشتگاه و شروع مقررات استرداد او به تاجیکستان در ماه می سال 2012 او را رها کردند. دادستانی کل تاجیکستان میگوید از بس که قاری واسیت دیگر بر اساس قانون نمیتوانست در بازداشتگاه بماند، به نزد یک دوستش به ناحیه گردش رفته است. به قول منبع دادستانی روسیه به آنها خبر داده است که در همان روز افراد نامعلوم به بوستانسرای خصوصی که عبدالواسیت لطیپوف آنجا بود وارد شدند و دست و پای او را بسته به سمت نامعلوم بردند. دادستانی ولگاگراد در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است و تحقیق آن تا کنون ادامه دارد. گفت مصاحبه رادیوی آزادی. بعد خبری ربودن عبدالواسیت لطیپوف، مطبوعات تاجیکستان در آن زمان خبر داد که گویا مقامات امنیتی او را ربوده و پنهانی به دوشنبه انتقال داده باشند، اما وزیر امور داخلی بعداً گفت که این گزارش‌ها اساس ندارند.